Hello guys, آیدین ساگنگ به ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با کانتنت توییت های فارسی. پس لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، به من خیلی کمک میکنه. در ضمن بهتون بگم امروز مریض بودم و گفتم بیام واسه ویدیو بگیرم. پس بریم ویدیو شروع کنیم. این حج از صداقت هم جالب بود. میدونی دلیل صبح بیدار شدنم چیه؟ توی قلبم دورت بگردم امیرم. شوخی میکنم مسکل، باید برم سر کار. بچه ها شوخ طبع بودن اینجوری دوستان. امروز فوق العاده. لا 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 لا. کاش هیچ وقت به دنیا نمیمونم. دقیقا همینطوره. آدم های مودی اینجوری یه دفعه مودشون عوض میشه. از خوشحالی میزنم به ناراحتی، از شادی میزنم به عصبانیت. پس اگه همچین آدم های دیدید عصبی نشید و ناراحت نشید، یا مودشون اینجوریه درست میشه. این قسما انحطاف امتحان ورش از امتحان ریاضی سخت‌تر بود. موقعیت رفتیم تو نمازخونه امتحان ورزش بریم. معلم ورزش من که دارم خودم پاره میکنم که رکورد مدرسه رو بزنم. نفر بعدی که داره گرم میکنه، بوی عرق و جوراب همه جا پخشه. راست میگه، نمازخونه واقعا هر وقت ما میرفتیم نمازخونه مدرسه‌مون بوی جوراب مسمومه میگه، یک اشکاوری بود به حساب. بالاخره مامانم اجازه داد تتو بزنم. تتو رو مشاهده میکنید، تتو خیلی جذاب و مینیمال، خیلی قشنگه. شاید یه روزی همچین چیزی زدم، ولی تتویی که قرار بزنم رو سینم turn off your feelings، احساساتت رو خاموش. خب اینو بزنم. یادتون باشه میخواید تتو بزنی، تتویی بزنید که رو تو زندگیتون موثر به نقشی داشته. الکی نرید بزنید بعد پشیمون بشید. فقط آخرش زنگ زدم به خواهرم که خواهرزادام جواب دادن. حالا من دلتنگی داشت خفم میکرد. بازار گفتم حال فلتون بشه سرم، چه خوب که شما برداشتید و جواب دادید. در مورد تو تنگ شده. کوچیکه گفت حال سرم لطفا مواظب نشو. گوشی مامانم رو لازم داریم گیم میزنیم. بای. بچه های خواهر اینجورن، هر موقع به مامان زنگ میزنی، خواهرتو زنگ میزنی، برمیدارن و میگن داریم گیم میزنیم. چه زود گذشت. یکی شهریور رو از حالت 2x برداره. دقیقاً تابستون که زود میگذره هیچ، شهریور 2 برابر میگذره 2x میشه. یکی انگار احساس میکنی میگه درش 2x. نمیدونی واقعا. عادی رفتار کنید و نشان ندهید که نمیتوانید آنها را تحمل کنید. حالا من راست میگه، چون هر وقت کسی متنفری بدت میاد نمیتونی وانمود کنی که ازش خوشت اومده. مثلا شاید تو مرور زمان از نوتیفیکیشن و همین. اگه این پیام رو اجازه بدم ویدیو بگیریم خوبه. سلام عزیزم، خوبی؟ دیروز خواهرم رو آورده بودم پیشتون، نوتیف کشتم. اکسشن کنه انجام داده. گفتیم تا 3 روز آب نخوره، اما خیلی تشنه، میتونه یکم آب بخوره. سلام عزیزم، آره میتونه آب بخوره. گفتم تا 3 روز به موجهاش آب نخوره. بله، به موجهاش آب نخوره، نه اینکه خودش آب نخوره. بچه ها رابطه ها بعد از 1 سال اینجوریه. بیا بازم بینم به اعصابت اشتم. بله واقعا همچین آدم های پیدا میشه که اینقدر صمیمیه و کاملا واضح حرفشون رو بزنن. من از این جور آدم خوشم میاد، اینقدر صمیمی، چون من از اون آدم هایم که رک میگم که نفهمم، مثلا بدم بیاد میگم، خوشم بیاد میگم. سلام فرزندم، برام یه دونه از این فیلمگردها میفرستی؟ میخوام اون ماهتو ببینم. فیلمگرد چه بابا؟ منظورت ویدیو مسیج؟ چشم. مامان بابا واقعا چیزن.
اطلاعات در مورد موبایل نمیدونن و باید کمکشون کنیم. حاجی شمالمون نشه، امتحان دارم نشه میفتم سوئد، بدونی که بدون تو که نمیریم. نکن این کارو با سوئد. ساعت چند کتون جهنم دری باشم 6:30 عوارضی منتظرتیم. خدا لعنت کنه باشه. مسافر رفتن پسر اینجوریه که یه رفعه تصمیم میگیرن یه جایی برن به خاطر یه چیز بی‌ارزش، مثل خریدن کلاه یا خریدن چیزهای مزخرف، مثلا گاردی، گوشی، خوردن فلافلی، کبابی. و واقعا خیلی خوبه با پسرم باید مسافر. ای خدا من مردم. یه نفر میگفت یه سیبیلیه تو باشگاه که خیلی ترسناک بود و سر صدا میکنم. واقعا بعد زدن ازش مثل چی میترسیدم. امروز تو رختکن گفت داداش چقدر تتو خوشگله. بعدش نشست گفت اگه من تتو بزنم مامانم رام خونه نمیده. واقعا تو صداش رفاقت‌های باشگاه این دبستان واقعا خیلی عالیه. بله تو ظاهر هیچ وقت کسی رو قضاوت نکنی. اگه تو هم مثل منی سلام. لیوان چاییم تو زمستون برای مقابله با سرما میخوری و گرم سرد نمیشه، گرم میشه. پس این کاملا طبیعیه، کاملا منطقیه. لیوان چاییم تو تابستون برای مقابله با گرما. خوبیش اینه که چای میخوری تو گرما، آخرم یه گرمای روزی تحت فشارت میده و بازم چای میخوری. ما ایرانی اینجوریم. من در حالی که به هیچ کس حس عاشقانه ندارم. من آنگاه شکست عشقی. واقعا همینه. من این توییت رو تایید میکنم و آیفونیا هر وقت آینه میبینن. بله واقعا اینجورم. مهدی تو گوشی چیه؟ من گوشیم 6S و راضیم و حافظشیم. و مرسی تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب به خیلی کمک میکنه. اگه دوست دارید از اینجور ویدیو بگیرم تو کامنت ها بگید. میبینم تو تا بعد. بابا